با سلامی دوباره به همه اون عزیزانی که این لحظه ها ما رو تماشا دارم و چون وعده دادم بعد از 2 ساعتی دیگر من بازم با استودیو برگشتم برای پیشنهاد کردن سرخطی اخباری مهمترین روز و موضوعهایی که ما در برنامه خبری رادیوی آزادی که بعد از 3 ساعت دیگر تقدیم شما می شود استفاده خواهیم کرد و از آن شروع میکنیم که طول چند روزی اخیر در تاجیکستان بارانگری ها ادامه دارند و ظاهرا فهرستی منطقه هایی که در پی این بارشات ضرر دیدند زیاد می شود. از جمله ما برای شما درباره خسارات در نویه 5 گفته بودیم که در اونجا 10 خانه ها ویران شده بودند و 2 کودک هم به هلاکت رسیده بود و همچنین خبرها می رسد که در وحدت نیز سیل علاقه ضرر خودش را رسانده است، خانه ها را زیر آب گذاشته است، کشتزارها را همچنین و همچنین همکاران ما از فرخار میگویند از دهه سرخاب که در اونجا بیشتر از همه خسارات به نظر می رسد و طور خود مردم هم شکایت دارند که آنها مجبور شدند که برای رفع پیامدهای آفت طبیعی خودشان دست به کار شوند چون که کسی از حکومت به آنها کمک نمی کند. این هم در حالی است که مقامات کمیته حالتهای اضطراری تاجیکستان میگوید که برای رفع پیامدهای آفت طبیعی به آنجا سربازان نیروهای این کمیته رو فرستادند و همین گونه بعضی از قهرمانان گزارشی همکاران ما میگن که آنها مجبور شدند که چند شب را در هوای خنک در بیرون روز کنند و یکی از آنها که زن بود با علم گفته است که خانه خود را با کمک شوهرش که در مهاجرت روسیه است 15 سال در اونجا است این خانه را بنیاد کرده است و در یک آن واحد این خانه زیر آب رفته است و او حالا مجبور است که از دور ایستاده خانه زیر آب مانده‌اش را تماشا کند و طوری گفته می شود این آماری رسمی است که در پی این سیل یک جوان 25 ساله هم به هلاکت رسیده است. چون و چرای این موضوع رو شما میتوانید در برنامه ما در یک گزارش ویژه تماشا کنید چون همکار ما 2 روز استراحت در محل حادثه های آفت طبیعی بودند و از اونجا با خود مردم صحبت کردند و وضعیت رو به نوار گرفتند و همچنین از اون خواهیم گفت که مفتی تاجیکستان با صادر کردن یک فتوا کارمندان یا که ساختمانچوی نیروگاه برقی آبی روغون را از گرفتن روزه آزاد کردند. چرا؟ چون که با گفته کارمندان این نیروگاه خود مفتی و همچنین مقامات تاجیکستان از آنها خواستند که چرخه اول این نیروگاه تا تیرمای سال روان به استفاده داده شود و این هم در حالی است که در این نیروگاه به حساب رسمی 20,000 نفر کار میکنند. چون چرای این حادثه رو همین گونه یا این خبر رو همین گونه شما میتونید در برنامه خبری بفهمید و چون از مسئله روزه برای شما گفتیم در امریکا یک دختر پاکستانی که دانشجو بوده است و روزه‌دار بوده است بر اثر تیرپرانی یک جوان 17 ساله در برابر 7 دانشجوی دیگر و 2 آموزگار دیگر به قتل رسیده است. این دختر برای تحصیل به آمریکا آمده است از پاکستان طبق یک برنامه تبادل و میبایست که بعد از 3 هفته به وطنش برمیگشت ولی متاسفانه آرزویی که او داشت که بعد از برگشتن به وطن دیپلمات شود او به خاک برد و طوری خانواده‌ای که در امریکا بودند و نصرانی هستند و این دختر در اونجا با آنها زندگی میکرد نقل کردند. این دختر روزه‌دار بود و آنها نیز این دختر را دوست داشتند و همراهش روزه گرفته بودند و یک این خبری که هست ما برای شما پیشنهاد خواهیم کرد البته با نوارها از امریکا و همچنین درباره آن خواهیم گفت که طراح معروف تاجیک خورشید ستاروف برای اولین بار در جشنواره مخصوص در ازبکستان کلکسیون خود را پیشنهاد میکند که عبارت از 15 کرته است و خورشید ستاروف در صحبت با همکاران ما گفت که او تلاش کرده است در کرته های خود نقش و نگار ملی را به شکل اروپایی شده پیشنهاد کند. این کرته ها چگونه نمود دارند یا چی نوع هستند پیشنهاد داریم که در برنامه ما با ما بیاید و همراه با شما خواهیم دید و همین چند دقیقه پیش یک خبری به ما رسید که یک گروهی از جوانان تاجیک میخواهند در دوشنبه دست به اعتراض زنند. مقصد آنها چیست و آنها از چی ناراضی هستند ما کوشش میکنیم که در نزدیکترین فرصت ها معین کنیم و تفصیلاتش رو در برنامه خبری پیشنهاد شما کنیم. طوری میبینید خبرگزاری های ما زیاد است. چند خبر دیگر هست که در کار کرده هستند و خدا خواهد
баъд мо дар барнома барои шумо онҳоро пешниҳод мекунем ва ҳар хабаре ки мо ваъда додем аммо ҷой нашуд, шумо метавонед онро дар барномаҳои баъди ё ки дар вебсайти мо www.ozodi.org бихонед ва дар озоди видео ютуб ки канали махсуси мо дар ютуб аст тамошо кунед. азизон, мо шуморо баъд аз камтар аз 3 соати дигар дар пахши мустақими озоди видео ютуб мунтазирем.